السلام علیکم. حقیقت رستم گلخو. ما از دیدار شما بسیار خرسندیم. شادیم که با آثارخانه تاریخ کشاورزی ناحیه جاردین واقع تشریف آوردید. رحمت. شعری که شما نو ایجاد کردید بسیار پسند دل ما آمد و ما او را در دفترمون قید کردیم. کدام شکر یا قرائت می‌فهم؟ تشکر زیاد. باز تیری تمنا در سینه معوا گرفت. بوسه زیروی پروین ماهی دریا گرفت. پرده عفت درید ماه دوید سوی شید. سر به کنارش نهاد در بر او جا گرفت. طایر اندیشه بود روز به کنج نهان. شام ره زیلانه تا به ثریا گرفت. گلکاری به منزلم نیست به کف جز گلم. اما سراب دلم کشوری دارا گرفت. بسیار خرسندم ایجاد شما. من بسیار خرسند شدم که شما شعر ما را قرائت می‌کردید. دستی تشکر زیاد. مرحمت میتونید استخوان سر کنید.